احترام یک مسلمان از احترام خانه کعبه در بالاتر است. یعنی یک مسلمان احترام کنی خانه کعبه را عزیز چیست احترامی بالاتر است. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم عمرو بن عاص میگه که عبدالله ابن عمرو بن عاص رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یطوف بالکعبه، پیامبر دیدم که در خانه کعبه در مسجد الحرام طواف میکرد و یقول در پشت پیامبر من هم طواف میکردم. بعد پیامبر ایستاد، بعد خانه کعبه را نگاه کرد، گفت که ما اطیبک و اطیب ریحک، ای خانه خدا خانه چی خوشبو هستی و تو خدا چی خوشبو گردانده است. ولی همین حج رفتگی باشین خانه کعبه و اطراف حرم یک بوه که خوش داره. همین بعضی وقت یگان جای نماز از همون یگان چیزا میورن یکی همون بوی همون با یادت میزنه. اگر همون بو باید چی خوشبو هستی، چی طرح خدا خوشبو گردونده است. ما اعظمک و اعظم حرمتک، چی طرح خدا بزرگ گردانیده است. ببین و چی بزرگ هستی. بزرگی خانه کعبه چی است؟ کوره زمین مسلمانش ایند 3 میلیارد مسلمان باشه در دنیا، همه به طرف خانه کعبه گشته چیکار میکنه؟ سجده میکند، عبادت میکند. بزرگی ای پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد میفرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری های فشار بلندی، استرخان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغای ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس بروید. نفس محمد بیادی، لیکن ای خانه کعبه قسم به همون خدایی که جان محمد در ید قدرتی است، لحرمت مؤمن اعظم حرمتا منک، حرمت یک مؤمن از حرمت تو بالاتر است. حرمت یک مومن از حرمت خانه کعبه بالاتر است. اوزار بتا یک کس خانه کعبه را برای با بیل کلان چپک نگر، گناهی همین اوزار دادگی از چپک کردگی ده خیلی زیاد است، برای سنگ قلوخ است. اما دل مومن چی است؟ عرش خدا است. فقط مومن مسلمان در قلبش نظر میکنه، در صورت، در کوتاه، در دراز، فربه، خراب، سیاه، سفید، حبشی، تاجیک، نیگر، انگلیس، نمیس، خدا به رنگ رو ما نگاه نمیکنه، خدا به سر لباس ما نگاه نمیکنه، خدا به قد بس ما نگاه نمیکنه هیچ کسا. بل ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، بلکه پیغمبر میگه خدا به دلهای شما نظر میکنه. این دل همه قدر مرتبه بزرگ داره که نظرگاه پروردگار است. و اعمالکم، عملاتون خدا نظر میکنه که چی عمل داری. عملی که امروز الحمدلله رب العالمین مسلمان میگه دزدی میکنه، الحمدلله رب العالمین میگه میبینی خیانت در مال یک مسلمان میکنه، الحمدلله رب العالمین میگه در بازار یک خریدار فریب میکنه. این خیلی مسلمانی نه. خداوند عمل مونه نظاره میکنه که چی عمل میکنیم ما و شما. پس چی است که دویم چیزی که حبیب خدا گفت ولی یسعک باید که خانواده تا به نظام داره. همین معرکه‌ای که برادرها نورعلی و فیض‌الدین کردن، البته دعا در حق فرزنداشون. حضرت بزرگوار شمس الائمه حلوایی گفتگی در فقه مذهب حنفی یک شخصیتی خیلی والا مقام است در فقه، در علم مسئله. همین شمس الائمه حلوایی معنا شمس ائمه، آفتاب اماما. اگر اماما به مثل اگر ستاره درخشنده باشند، این به مثل آفتاب است. چی خیلی که وقتی که آفتاب این دنیا در میلیون ستاره، وقتی که آفتاب رومد همش نابود می شود در روشنایی ای. همه قدر شمس الائمه نامش عبدالعزیز بود، لیکن از بزرگیش شمس ائمه می گفتن، آفتاب ایمه. پدرش یک آدمی ساده حولا فروش بوده است، حلوا می پخته است، یک قاک داره، قدای شهر می پخته.
بعد وقتی که به نزد مدرسه که می اومده، بعد ملا بچه ها و مدرس ها را قری حلوای بی پول می دوده، بعد میگه حلوا را بخورین. نه، همه تون که گوش کنین، یک دعای کنین که خداوند مرا یک فرزندی بده که از همه شما در زور باشه. این مثلا ما دعا میکنیم که خداوند فرزند قاری قرآن کنه، عالمش کنه به توفیق. او نه، همین چی قدر عالما بزرگا هستن از همه شما در زور باشه. مردم میخندیدن، دعا میکردن، الله ذوالجلال دعای همو طالبا و همو عالما را قبول کرد، فرزند نصیب شید که شمس عیم شید، در بین امام مثل آفتاب شید. پس از دعای همه بزرگا و دعای کلانترا را گرفتن، این قدر چی است به خودش فضیلت درجه داره که حتی که یک بزرگ هم که دیدیم، یک شخص صالح هم که دیدیم، همون را بگیم در حق فرزندامون دعا کنیم. این چی است که در حق فرزند طلب دعا کردن، این خودش نشانه محبتی برامو فرزند است. همه بزرگای عمل داشتن. هر یک صحابه که کودکش میبرد به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و پیامبر تحنیکش میکرده، یک خیرمو را کم ترک میخوند، از شیره همون آبی دهنش قدی در کمک همون طفل میشکید. مقصد اونا بود که اولین چیزی که به معده طفل بروه آب مبارک دهان رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه و پیامبر در حقش دعا میکرد. ولیسعک بیتک، خانواده تا به نظام دار. خانواده را به نظام در آوردن البته در همین شب روزی ما نسبت سالهای پیش مشکل تر است. پیشتر سالهای پیش این حساب که 50-60 سال پیش نه کازینو بود، نه بیره خانه بود، نه گیره این کشا بودن، نه این تلفن ها بود که در این تلفن میلیون چیزی بدم در این جا داره در اینترنت که آدم بدرویه. این چیزا این بلاها نبودن. تربیه و تعلیم یک چیزی که اهل علم یک چیزی بفهموندن همون را قبول کردن میرفتن. تقوا زیاد بود، خدا پرستی زیاد بود. امروز جایی که انسان مرتکب گناه شود خیلی شرایط زیاد شدگیه. برای در نزد خدا از تن فرزنده ما و شما جوابگر هستیم، جواب میتیم. خود دخترها و خواه بچه ها باشد امروز نگاه کنیم. امروز نگاه بینیم که همین سوالایی که تلفنی میتن با خدا قسم یک خیل شد به زبان گفتن نمیشه و که بگو که همین فلانی هم تری سوال داده است. یک گپ و یک چیزایی هست ای که در زندگی ها که دیگه آدم حیران میشه. خدا پناه بده. از امو چی است که پدر و مادر در نزد خدا جوابگر است. از این رو دعا میکنیم که خداوند یاسین جان عمر دراز با شریکای بدگی شتان صحت عطا کنه. خداوند در آینده حافظ قرآن و عالم ربانیش بگردونه. در خاندان برادر نورعلی و فیض‌الدین خداوند فیض برکات نازل بگردونه. و انشالله که همین معرکه که این قدر ترتیب و این قدری که شما مثلا که به گوش دل گوش کردیسین از برکت همین کلانترای محلتونه، از برکت بابای داملا هسته که در این محله خدمت کردگیه. همین آدمی با برکت پرفیض از خودش فیض برکت زیاد میمونه. برکت همین داملاهای پیشینه، برکتی برادر سردار محله است بابای حسن، برکتی همین شخصیت ها است که امروز شست این قدر آرامی و خوبی و خیر و برکت تلاوت قرآن و آیت قرآن و حدیث رسول الله انشالله که این محله شست گلستان می شود. خاندانا پر از خیر و برکت می شود وقتی که ذکر خدا و وقتی که سخن خدا و پیامبر باشه. خدا نکرده اگر گناه و فسق فجور باشه تمام خیر و برکت برداشته می شود. خداوند این محله را هم پر خیر و برکات بگردونه و اهل این محله را، اهل این مجلس ما را خداوند همگی را مراد و مقصودهای نیک دنیوی و اخروی را برآورده خیر بگردونه و الله ذوالجلال این خاندان پر فیض و برکات بگردونه. این سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما را هم خداوند دائما تنج و آرام و پر از خیر و برکت خداوند در پناه اسمت خوش نگهبان باشد یا ارحم.